سلام، شما بیننده پرونده مستند هستید. این برنامه در محل استودیو پلیس آگاهی تهران بزرگ تهیه شده. من علیرضا شریفی یزدی هستم، روانشناس اجتماعی. شما رو دعوت می‌کنم به دیدن و بررسی پرونده سرقت به عنف راننده از مسافر. با ما همراه باشید. جریان سرقت توضیح میدی؟ در به ترمینال جنوب سوار شدم، دیگه به عنوان مسافر سوار شدم. یه پراید شخصی، پراید مشکی، دیگه 4 نفر بودن. سوار ماشین شدم که منو برسونن تا عراق. دیگه همین که داخل ماشین نشستم، بعد از میدون کشتارگاه که رد کردیم، کلا چاقو گذاشتن گردنم، گوشی و لپتاپ و پول و نقد و ساعت و دیگه هر چی که داشتم بردن. کجا پیادت کردن؟ داخل اتوبان آشنی بعد از سادآباد. چه ساعتی بود؟ ساعت هولوش 7:30 8 غروب بود، 8:30. اسمتو بگو. عبدالله. چند سالته؟ 24 سالم. تحصیلاتت چیه؟ دیپلم حسابداری دارم. مواد مصرف میکنی؟ نه آقا. شغلت چیه؟ من پمپچی ام، پمپ بنزین کار میکردم. قبلش هم برشکار MDF. چند تا خواهر و برادر داری؟ من یه خواهر کوچیک‌تر دارم. والدین با هم زندگی میکنن؟ همگی با هم هست. از کار خلاف شما خبر دارن؟ نه خبر نشد. هنوزم خبردار نشدن؟ چرا؟ ماشین مال مادرم بود. نظرشون چیه؟ اولا گفتن هر کاری کردی خودت باید تونشو بدی. چرا این کارا رو میکردی؟ الان دیگه آخرا به مادر دیگه دلسوزی داره. اومده دنبال کارامو داره انجام میده. مادر شما وقتی که از شما میپرسید چرا این کارا رو کردی، شما چه پاسخی براش داشتی؟ گفتم ببخشید، شرمنده‌ام، ببخشید. من ماشین رو ازش میگرفتم ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر برم یه دور بزنم، این کارا رو میکردم. گفتم ببخشید. گفت من ماشین میگرفتی برم یه دور بزنم جلوی رفیقات، ما هم نمیخواستیم شرمنده باشی، سر پایین باشه، ماشین میدادیم بری بچرخی، ولی تو رفتی این کارا رو کردی. آقا عبدالله، انگیزه اصلی شما از این کار چی بود؟ پمپ بنزین که در اومدم دیگه نمیخواستم خونه پولی گرفته باشم، فقط و فقط همین بود دلیلش. خواستم از خونه پول نگیرم، خواستم تا کار بعدی رو پیدا کنم. تو این کار افتادیم آقا. آقا عبدالله، شما خودتون میدونین که فقط بحث شما سرقت نبوده. رعب، وحشت و مشکلاتی که برای اون افراد ایجاد میکردید شاید از خود سرقت بدتر بوده. هیچ وقت براشون دلتون نمیسوخت؟ هر کدومشون اومدن گفتم ببخشید، اصلا بابت رضایت حرف نمیزنم. گفتم ببخشید، حلال کنیم، میدونم سوارتون کردم، ترسوندمتون، جای بعدی پیادتون کردم، جایی که پیاده میکردیم خیلی بد بود. خدا کنه حلالمون کنن فقط آقا، همین. حالا بحث رضایت و اینا نیست، فقط خدا کنه حلالمون کنن. اشتباه بزرگی میکردیم. اون موقع چه حسی داشتین؟ نمیدونم آقا چی بگم. اون لحظه پول شاید مهمتر بوده. میفهمیدم حال طرفو. خب ما شده بود تو بعد کارمون آقا پول میدادیم به یارو نمونه تو خیابون. میفهمیدم شرایطشو، تو چه شرایط روحی هستش، ولی خب آقا بالاخره پول واسه ما یه ذره مهمتر از این قضیه بوده. خب برشکار MDF بودی، تو پمپ بنزینم کار کردی. بله. الان به اتهام زورگیری دستگیر شدی. بله. خب زورگیری به چه صورت انجام میشد؟ آقا یکی از دوستامون از عقب پیاده میشد، سر کمربندی اون مسافرایی که وای میستن
یکی از دوستامون از عقب پیاده میشد، بعد میگفت من جلوتر پیاده میشم. طرف میشست وسط بین دو تا دوستای من. بعد حرکت میکردیم، تو حرکت یه موقع هم مسیری که خارج میشدیم، هم مسیری که طرف میخواست بره خارج میشدیم، خب طرف یه لحظه تا شک میکرد، یکی از دوستامون سمت چپی گردنشو میگرفت میبرد پایین. بعد یه ذره صحبت رو میترسوندیم و اینا، بعد گوشیشو میگرفتیم و کارت بانکیشو. قبل میبردمش جاده درختی، میان آباد، جعفرآباد، شکرآباد میان. تو یکی از اون خیابونا خلوته، زیاد رفت آمد نیست، اونجا پیادهش میکردم. با چند تا ماشین رفتید برای این کار؟ یه ماشین داشتیم، ماشین مادرم. خب ماشینای مختلفی رو گزارش کردن. خب من مسافر میگفتم سرش که پایین بود، مثلا اگه نیده بود من میگفتم پرشیا ندیدی، یا مثلا با حرف میزدم فقط باش. خب طرف نمیدونست سوار چه ماشینی شده؟ چشم میبستم آقا. زمانی که سوار زمانی که میشد؟ سوار شدن یه شب بود، یه تاریک بود، سوار میکردم همین اومدم بغلش وای میستادم، نمیذاشتم، حالا جلو که نور داره دیده نمیشه، حالا ماشین زیاد. گفتم پرشیا مشکی ندیدی یا دنای مشکی ندیدی، چون داخل ماشین مثل دناه. گفتم دنا مشکی ندیدی یا. و به بچه‌ام گفتم بچه‌ها بریم دنا رو بذاریم یه ماشین دیگه برداریم. برای این گمراه کردنه. واسه گمراه کردن که نفهمه چه سوار سمند شده. برای گمراه کردن واسه گمراه کردن صحبت‌های مختلف مختلف می‌کردن. خب چند نفر بودید این کار انجام میدادید؟ 4 نفرم شد. ماجرای سرقت رو توضیح میدین؟ راستش از سر کار من داشتم میرفتم خونه، یه خودروی سمند مشکی دست بلند کردم به عنوان مسافرکش، گفتم سر مثلا خیابون رجایی. یکیشون پیاده شد، من نشستم داخل، 4 تا سرنشین داشت، نشستم وسطشون و یکم که حرکت کردن شروع کردن به ضرب و جرم من زدن و که هر چی داری بده، گوشی و پول و نقد و مچبند و یه مقدار باشون درگیر شدم که دیگه دیدم مقاومت فایده نداره. چاقو داشتم تهدیدم میکردن. بعد هرچی داشتم خالی کردن، دستامو بستن، صورتمو بستن، بردن توی منطقه به اسم اونجا پیادم کردن و رفتن. من موندم با خودم. چه ساعتی بود؟ ساعت 9 شب سوار شدم، تقریبا 9 و 20 دقیقه بود پیادم کردن. چجور برگشتین دسترس پیدا کردید به گفتنی؟ یکم پیاده که اومدم یه باقی بود، در اونجا رو زدم، نگهبانش اومد، ازش تقاضا کردم که زنگ بزنه پلیس 110. بعد یه مدت گشت اومد و منو سوار کرده بود کردم ترین. چقدر از اون سرقت کردن؟ اموالی که داشتین چیا بود؟ حدود 13 میلیون شد، گوشیم بود، مچبندم بود. 13 میلیون چی بود؟ 13 میلیون ارزش گوشی و مچبندم بود، 930 تومن پول نقد بود، هندزفری 20 و یه سری وسایل جانبی اینجوری همراه بود. الان 6 نفر دستگیر شدید. یکی مالخره، یه نفرم که هستش یکی از دوستامون آخرین بار که با ما اومد یه بار اومد، گفتم داریم میریم تهران بیا بریم، نشست جلو که طرف جلو نشینه، نشسته بود جلو که گفتم میخوایم این کارو کنیم و اینا، گفتم تو اصلا صحبت نکن، عقب کارو انجام میدن. این یه باری که اومد با ما، این آخرین بار دستگیر شدیم. ما این گوشیش هم دادیم طرف رو، رضایتشو گرفتیم، یعنی شاکی نشد. ما این یه دونه همینجوری یه بار اومد. خب شیوه سرقت تو به طور کامل توضیح بده. بعدم سر کمربندی مسافر وای میستن، تعداد بالا 7 تا 8 تا 10 تا وای میستن، میومدم بوق میزدم. حالا اون جاش مهم نبود که طرف کجا میره، مهم اون آدمی که من انتخاب میکردم، مثلا که کیو کجا ببریم، مثلا کی باشه طرف، یه ذره لاغر باشه، قد کوتاه باشه، زورش زیاد نباشه. یکی از دوستام پیاده میشد، میگفت آقا من جلوتر پیاده میشم. طرف میشست وسط، میشست درو میبست، طرف اون لای دوتا رفیقای ما. مسیر رو که میرفتم آینه ها رو نگاه میکردم، میدم دورم خلوته، در رو قفل میکردم. گفتم بچه ها وسایلاشو بگیرید. بعد عقب شروع میکردن گرفتن وسایلاش. بعد گوشیشو میگرفتیم، کارتشو میگرفتیم. بعد میگفتم کارتخوان دارم میکشم تو کارتخوان، رمزو اشتباه بگی میزنمت. طرف رمزو میگفت، بعد میگفتم بعد چند ثانیه مکس میگفتم اشتباهه. بعد دوباره بچه‌ها مثلا یه ذره اذیتش میکردن، دوباره رمزو 2-3 بار که پشت سرم تکرار میکرد از ترس،
خب میفهمیدم رمزشو داره درست میگه. بعد میبردم اون مسیری که دیگه بالاخره پیاده میکردیم اونجا پیادهش میکردم، میرفتم اولین هم موجودی میگرفتم، از اولین میوه فروش که لب خیابونه، از اولین کسی که تو خیابونه دوربین نره موجودی میگرفتیم، میبینیم رمزه درست بود که میرفتیم خرید میکردیم، اگه درست نبودم که کارتش هم مینداختیم میرفت، فقط گوشی میمون. چند تا کارت رو سرقت کردید که رمزش درست بود و چه مبلغی ازشون سه سرقت تا کردید؟ کارت بوده. 3 تا کارت بوده، یکیشو 3 میلیون خرج کردیم، یکیشم 4 میلیون خرج کردیم، یکیشم 1,400,000. پولاشون یعنی زیاد بوده، ما نتونستیم خرج کنیم، کارت یا میسوختش یا طرف میسوزون. گفتی برشکاری. بله. خب چرا دنبال کار خود نرفتی؟ ما برشکار بودم، پمپ بنزین که کار میکردم، میام بیمم رد نشد، از پمپ بنزین اخراج شدم به خاطر بیمم، همون گفتم بود اخراج شدم. بعد دنبال کار بودم که آقا یه بار این کارو کردیم، یه گفتم پولش راحت شد، پولش دیدم راحته، 2 بار 3 بار آقا دیگه خدا رو شکر گرفتنمون، آقا دیگه آدم شدیم دیگه، خدا رو شکر بیشتر از این کارا رو نکردیم، اتفاق دیگه ای نیفتاد. چراغش خاموش کرد. خب فکر نمی‌کردی که پلیس اسیرت میکنه؟ یک آقا هر کی که خلاف میکنه فکر اینو میکنه که پلیس یه روز میگیرتش، ولی یه ذره مواظب بودیم که این کار نشه، نگیرنمون. بالاخره پلیس آگاهی دی آقا گرفتت. بس فهمیدی که بالاخره پلیس توانمندیشو داره شما رو بگیره. بله آقا. اون کاری که به مردم کردی، با چاقو تهدید میکردی، چند نفری میریختی سرش، میزدیدش، مالشو میگرفتی، بعد میبردی تو بیابون رهاش میکردید. زمانی که رها میکردید کفششو ازش میگرفتید، لباسشو ازش میگرفتید. اگه خودت گیر کنی یه جا همین کارو با خود بکنه چه احساسی به دست میده؟ حال بعدیه دی آقا، چی بگم آقا، اشتباه کردم ببخشید. من باید تو رو ببخشم یا اون هراسی که برای مردم ایجاد کردی، ناامنی که تو منطقه ایجاد کردی؟ انشالله حلال میکنن آقا، میدونم اشتباه کردم، بهشون هم گفتم اصلا بحث رضایت و اینا نیستش، فقط حلال کنی که میدونم بد رفتاری کردیم، بیادبی کردیم، زدیم، جای بد پیاده کردیم، به همشون گفتم ببخشید، حلال کنید. فقط با هم ببخشی تموم میشه؟ اون استرابی که ایجاد میکردی برای مردم، درست آقا. اون ناامنی که ایجاد میکردی، شب و روز پلیس داره توی جاهای مختلف گشت‌زنی میکنه، امنیت ایجاد میکنه، با یه کار ناشایست تمام منطقه رو خراب کرده بودی. غیر از اینه؟ درست آقا، اشتباه کرد. من اگه پول گوشیاشونو میگرفتم آقا، هرچی پول تو جیب خودمون بود جمع میکردیم میذاشتیم وسط ماشین، قبل اینکه مسافر رو پیاده کنم، مسافر مثلا 5 تومن 10 تومن داشته، جیبش رو تا 50 تومن پر میکردیم، 40 تومن 50 تومن میکردیم، بهش میگفتم با ماشین بعدی دستو دراز کن، ماشین بعدی رو در بس بگی برو سمت خونتون. میدونستم کارم بده، کارم اشتباهه، جای بدی دارم پیاده میکنم، ولی خب این کارم میکردم، پولو میذاشتم تو جیبش که بره زود برسه خونه، چون گوشی نداره به کسی زنگ بزنه، هیچی نداشت، ولی اون پولو میدادیم که پول تو جیبی خودمون رو میدادیم بهش که بره سریع برسه خونه. یعنی در حقش لطف میکردی؟ بله. مالشو ازش گرفتی، بله. با زور و کتک بردیش توی بیابون پیادهش کردی. اشتباه یعنی این کار ولی... لطف بوده در حقش؟ نه لطف که منظور نمونه تو خیابون، نمونه تو بیابون تا صبح، ماشین پیدا نکنه، نمیدونم. هر شب چند تا سرقت میکردی؟ هفته یه دونه آقا، هفته 2 تا. هفته یه دونه یا 2 تا؟
هر شب سرقت نمی‌کردی؟ نه آقا، پولمون که تمام میشد میرفتیم آقا. چند نفر بودید که 4 نفر بودید؟ هر 4 نفرتون بیکار بودید؟ بله آقا. چرا به فکر کار خودت نبودی که بری دنبال کار خودت؟ اتفاقا آقا دیشب همون شب زنگ زد گفت فردا بیا یه شیفت وایس. یا آقا داشتیم میرفتیم سمت خونه دیگه تو مسیرمون پسره خورد بهمون آخرین سری. آقا به قرآن داشتم میرفتم، صاحب کارم زنگ زد گفت بیا کار تو اوکی کردم، حالا فعلا چند روزو بدون بیمه کار کن جیبت خالی نمونه. دیگه آقا اون روز اونجوری شد دیگه. شاید هم کار خدا بوده که دستگیرشیم دیگه آقا، فردا روز اتفاق واسه کسی نیفته. آقا عبدالله، این شیوه سرقت رو شما از کی یاد گرفتید و چی باعث شد که به این سمت کشیده بشید؟ قبلا یکی از دوستامون این کارو کرده بود، دستگیرم شده بود. حالا ما اومدیم تو جمع خودمون صحبت کردیم، رفیقیم با هم نشستیم صحبت کردیم، گفتیم از کجا میشه این کارو کرد که خطرش کمتر باشه. کارهایی که مثلا خلاصه وارش کردیم این قضیه رو که کجا سوار کنیم کجا پیاده کنیم دوربین نباشه و اینا. به قول گفتم به این فکر کردیم که گیر نمی کنیم اصلا، به اینا فکر کردیم، کار راحت ترش کردیم. اینجوری شد آقا، یه بار رفتیم دوبار رفتیم این پول خوش اومد به قول گفتم. پیشنهاد رو کی داد بار اول؟ یکی از دوستان بود آقا، اومد تعریف کرد گفت اینجوری با این روش اونا ماشین می‌دزدیدن، اونا با ماشین دزدی میرفتن، کجا سوار کنن کجا پیاده کننش مهم نبودش، اونا این کارو میکردن. ولی آقا من ماشین مادرم بود میترسیدم، سوار میکردم جایی مثلا سوار میکردم که دوربین نداره، میبردم جایی که دوربین نداره، مسیری میرفتم که دور و برم ماشین کمتر بیاد و بره، حواس جمع‌تر، چون ماشین دزدی نبوده. اونا خب هر روز یه ماشین میدزدیدن با ماشین دزدی میرفتن. آقا عبدالله، جمعاً چقدر گیرت اومد از این اتفاقاتی که برات افتاده؟ 5 میلیون 6 میلیون. 30 فقر دزدی، آدم ربایی، 6 میلیون گیرتون اومده؟ به جز کارتاشون آقا، کارتاشون هم آقا، کارتایی که ازشون میگرفتیم میرفتیم لباس میخریدیم، اونا که بغل خیابون لباس بساطی میکنن لباس و کتونی و سوشرت میخریدم. اونا که پول نبود و نقدینگی که آقا پول گوشی میگرفتیم، خب یه بار میرفتیم آقا این 3 روز این پولو خرجش میکردیم، 2 روز 3 روز این پولو خرجش میکردیم، تموم میشد دوباره میرفتیم. خرج چی میکردیم؟ روزانه آقا غذا و بیرون و دوره هم مثلا میرفتیم بیرون، خرج تفریحمون میشد. اعتیاد داری؟ نه آقا. آقا عبدالله، این حجم از رعب و وحشت برای 6 میلیون تومان میارزه؟ نه آقا. خانواده شما خانواده نداری نیستن، درست. وضع مالیشون خوبه، درسته؟ چی شد که به این سمت رفتی؟ چرا راه دیگه ای رو در پیش نگرفتی؟ آقا من از بچگی کار کردم، از بیمه تکمیلیم ببینید آقا کار کردم، من چند سال بیمه دارم. آقا نمیدونم تو این 4 ماه آخر چی فکر میکردیم، چرا نمیدونم آقا. آقا عبدالله، کلا کارهایی رو که شما انجام میدین قبلش کامل بهش فکر میکنین؟ فکر میکردیم که بابت پلیسش، بابت اینکه چیکار داریم میکنیم، فکر میکردیم میرفتیم که اتفاقی نیفته، مثلا دستگیر نشیم اینا نشه، فکر میکردیم. ولی فکر اینجا که چه پرونده‌ای رو داریم پیش میگیریم، چه داستانایی واسه ما میخواد پیش بیاد بعدن، فکر اینجاشو نمیکردم. طرف به قول گفتنی میره یه کاری بزرگتر انجام میده ولی جرمش خلافش کمتر از ماه. ما اذیت میکردیم، ما ناراحت میکردیم، ما این کارا رو میکردیم، ولی یکی میره مثلا یه کاری میکنه کسی ناراحت نمیشه، فقط شاکی داره، وسایلشو میبره خونش. حالا ما به قول افسر پرونده‌مون یه داغ تازه کن بوده، هر شاکی که میومد توضیح میداد همه عصبانی میشدن، توضیح میداد ما چی کار کردیم باش، همه شاکی میشدن. کار ما خیلی بد بوده.
من ولی به اینجاش فکر نمی‌کردم که چه پرونده‌ای هست، چه پرونده‌ای بعداً در انتظارمونه که اگه گیر کنیم چه خلافی رو کردیم ما. فقط فکر می‌کردم وسایل رو میگیریم و میریم و طرف یه شاکی میشه از ما. اون ناراحت کردنه، اون اذیت کردنه، هر کی میاد توضیح میده خب داغ تازه کن بود واسه همه. میگفتن ای این چه حرکتی انجام دادی. این بوده. اینا یکی میره یه کاری میکنه خونه یه خالی میکنه کسی توش نیست، کسی اذیت نشده، آدمی اذیت نشده، انسانی اذیت نشده. خب الان رفتی زندان، میخوای از زندان برگشتی میخوای چیکار کنی؟ آقا میرم برشکاریمو میکنم. هر جا من بگم برشکار، هر کی کارمو ببینه من برشکارم. از حرفه خوبی هم بلدی. حرفه‌ای هم آقا تو کارم. حرفه خوبی بلدی، منتها چشمت به مال زندگی مردم بوده. ولی آقا اونایی که اومدن دیدن ما رو دیدن که آقا آدم شدیم. خدا وکیلی. خیلی اذیت شدیم آقا تو این چند شب 30 شب ما الان گرفتاریم آقا. چرا یه قبل دوست از ندارم اینکه هیچ موقع این اتفاق بیفته. چرا قبل از اینکه دستگیر بشید این کار رو ترک نکردی؟ همچنان داشتی ادامه میدادی. ندونم کاری آقا اشتباه کرد. پشیمون شده بودی باید میذاشی کنار. میگم آقا آخرین روز صاحبکارم زنگ زد، داشتم میرفتم یه دونه پسر تو سر بچه رو دیدم، گفتم آخریشه دیگه. بچه ها گفتن جیبمون خالیه، تو میخوای بری سر کار. دیگه اون شد آقا آخری حساب. یعنی هر کس جیبش خالی شد باید چشمش به مال مردم باشه. اشتباه کرد. خب دوستات چه نقشی داشتن؟ یه نفر جلو میشه چه طرف جلو نشینه، بعد نفرهای عقب یکیشون سمت اون که پشت من میشه سر مسافر رو میبرد پایین، سمت راستی هم پیاده میشد میگفت آقا من جلوتر پیاده میشم مسافر نما، پیاده میشم چه طرف بشینه وسط چه در و اینا نتونه خودشو بندازه بیرون. نقشه این کار توسط کی انجام میشد؟ طراحی میشد؟ تو پارک میشستیم آقا فکر میکردیم چیکار کنیم، چجوری بریم بهتر باشه، نزنیم کسیو. خب کوچیک‌تر سوار میکردیم که کسیو نزنیم، با هم صحبت میکردیم، خب میگفتیم با هم. شما یه مسیر رو ناامن کرده بودید، حتی مسافرها جرئت ندارن شما سوار ماشین بشن. بعد از اینکه دستگیر شدید دیگه منطقه امنیت پیدا کرد. گفتم بمونین آقا، اشتباه میکردیم آقا. هر دفعه که سرقت میکردید مبلغش حدودا چقدر بود؟ آقا بیشترین مالی که بردیم 1,600,000 به غیر از کارت‌های بانکیشون. با کارتای بانکشون که لباس خریدیم. خود گوشیشون میشد کلا 1,200-300 تومن یه دونه گوشی میفروختیم، اونا 1,200 تقسیم بر 4 میشد آقا. کی سهم بیشتر میبرد؟ من یه نفری 30 تومن 50 تومن پول ماشین میگرفتم، پول بنزین مثلا بزنم، پول بنزینی که از جیب گذاشتم زده بودم. ماشین رو نمی آوردی چی میشد؟ آقا میگم که من مثلا ماشین رو آوردم. آقا نگید تو رو قرآن. اجباری آوردن تو این سرقت؟ خب منم اجباری اینا رو آقا بردم. نه میگم تو رو اجباری آوردن. نه اجباری نبردم من. ماشین رو مهیا کرده بودی برای این کار. خب اونا نمیمدن این ماشین تک میرفتم آقا. اونا نمی اومدن خب نمیرفتی. خب اونا چرا میمدن. ترغیبشون کردی که ماشین آوردی طراحی کردی؟ چی بگم؟ حرفی برای گفتن داری؟ اونایی که سوارشون کردم اذیتشون کردم حلالم کنن. شما هم ما رو ببخشید که بی‌نظمی کردیم. همین دیگه. بر اساس تعریف یونسکو ما امروزه با سوادهای مختلفی روبرو هستیم تا راحت‌تر بتونیم زندگی بکنیم. از جمله اونها سواد عاطفی، سواد رسانه‌ای و یکی از مهمترین این مباحث سواد مالی است.
سواد مالی اشاره به این نکته داره که ما چگونه میتونیم پول به دست بیاریم و چگونه میتونیم پول رو هزینه بکنیم. متاسفانه بسیاری از والدین به دلیل اینکه خودشون فاقد سواد مالی هستند، فرزندانشون رو با این مقوله مهم آشنا نمی کنند. به همین دلیل پرداخت هزینه‌های فرزند رو بر اساس نیازهای ریز و درشت او قرار میدن. در نتیجه گاهی شاهد هستیم در خانواده‌های نسبتاً مرفه به دلیل اینکه فرزندان به راحتی پول در اختیارشون قرار میگیره و همه نیازهاشون پاسخ داده میشه، در سالهای بعد زندگی، یعنی در دوره جوانی و بزرگسالی، برای پاسخ دادن به نیازهاشون تلاش میکنند از راههای ساده برای رسیدن به پول و مال استفاده بکنند و به همین نسبت نوع هزینه کرده اونها هم هزینه کرده عقلانی و منطقی نیست. این افراد به دلیل اینکه تخصص لازم رو به دست نیاوردند و طبیعتاً برای کسب مال حاضر نیستند که زحمت بکشند، از روش‌های میانبری سعی می‌کنند استفاده بکنند که گاهی این روش‌ها خلاف قانون و خلاف آداب و رسوم یک جامعه ممکنه محسوب بشه و به همین دلیل برای خودشون و دیگران دردسر ایجاد می‌کنند. راه حل این قضیه این گونه است که والدین از اوان کودکی همیشه برخی از نیازهای فرزندان را اولویت بندی بکنند و به صورت لحظه‌ای همه نیازهای بچه ها رو پاسخ ندند و وقتی که فرزندان اندکی بزرگتر میشن اونها رو در مسائل مالی خانواده مشارکت بدند تا شیوه به دست آوردن پول و شیوه هزینه کرده پول رو فرزندان آرام آرام بیاموزند و یاد بگیرند برای اینکه ما به نیازهامون پاسخ بدیم حتما نیاز هست که یک اولویت بندی داشته باشیم. گاهی برخی از نیازهای ما سریع پاسخ داده نمیشه، گاهی برخی از احتیاجات ما هرگز قابل پاسخگویی نیست و برخی از اونها ممکن است به او اندازه‌ای که ما دوست داریم انجام نگیره. این شیوه تربیتی ساده اما مهم کمک میکنه به اینکه فرزند ما آرام آرام سواد مالی یاد بگیره و شیوه به دست آوردن پول و هزینه کردن اون رو در یک بستر طبیعی مناسب فرا بگیره و بتونه زندگی سالم و آرامی داشته باشه. متاسفانه مطالعات بیانگر این نکته است: بسیاری از کسانی که به کار خلاف دست میزنند صرفاً به این دلیل است که به دلیل تنبلی، به دلیل نداشتن سواد مالی و به دلیل آرزوهای متراکمی که در دوران کودکی و نوجوانی برای اونها ایجاد شده، از طرق غیر متعارف و غیر قانونی تلاش می کنند که پول و مالی رو به دست بیارند و طبیعتاً به همین ترتیب هم اون رو از دست خواهند داد. پس توصیه به والدین این است که از زمانی که فرزند میتونه خودش رو بشناسه، آرام آرام مسائل مالی خانواده رو به اندازه‌ای که برای او اضطراب ایجاد نمی‌کنه به او یاد بدند. یادمون باشه که ناکامی یکی از مراحل رشد کودک محسوب میشه که اگر آگاهانه و در یک چارچوب درست انجام بگیره باعث توسع روحی، روانی و رشد و پیشرفت ذهنی و اندیشه‌ای فرزند ما میشه. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.